سلام، خوبین؟ وقتتون بخیر. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. امروز رو اجازه بدین در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که شاید به درد یه نفر بخوره که از زیر فشار افکاری که اینجا تولید میشن یا انتظاراتی که خودش از خودش داره و بعضا جامعه به ما تحمیل میکنه، شاید بتونه خودش رو برای چند لحظه هم که شده بیرون بکشه. به قول یکی از دوستان شاید بتونیم این تکه های پازل رو کم کم کنار هم بچینیم تا اون تصویر آخر به دست بیاد. برای اون عزیزایی هم که مشکل عزت نفس دارن، مشکل کم بوده اعتماد به نفس دارن، اون تصویری که از خودشون دارن، از ظاهرشون، از جسمشون توی این چارچوبی که جامعه تعیین میکنه نیست و به همین دلیل دارن زجر میکشن، حالشون بده. شاید این ویدیو به دردتون بخوره. آقا یه سوالی که به نظر من شخصا از عمق عدم آگاهی میاد، یه سوالیه که اکثرا هممون شنیدیم بارها. اونم اینه که زمانی که دو نفر به هم دیگه میرسن یا با هم ازدواج میکنن، اولین سوالی که پیش میاد اینه که عروس خوشگله؟ عروس چطور بود؟ عکسش رو داری؟ داماد چی؟ داماد چطور بود؟ داماد چیز جالبی نبود ولی خب پول داره، میگن پول داره، میگن رئیس فلان شرکته، چند تا خونه داره، ماشین داره. یاد اون روزا بخیر که میرفتیم شکار ماموت. خیلی به نظرم حال میداد. انقدر صحبت نبود، یه سکوتی بود، هر از گاهی طرف مثلا میگفت ا ا ا ا تا یه پلنگی میومد طرف رو شکار میکرد، میرفت، تموم میشد. واقعا چرا کارمون به اینجا رسیده؟ حتی دید و بازدیدامون دیگه اون کیفیتی که باید و اکثر مواقع نداره. صحبت کردنامون، تلفنی صحبت کردن، همین دید و بازدید شده آنالیز کردن همدیگه، آنالیز کردن دیگران، برچسب زدن. چرا هنوز فرششون اینطوریه؟ چرا مبلشون همونه؟ چرا این کار رو میکنه؟ چرا لباسش اینطوری بود؟ چرا با فلان کس ازدواج کرده؟ چرا؟ تمام این چراها، تمام آنالیز کردن که بعد یه مدت که حوصلمون سر میره، چیزی برای گفتن نداریم توی جمع یا دو نفری، یه سکوتی غالب میشه که ذهن ما این سکوت و یا ما چون باش میشیم یکی نمیتونیم تحمل کنیم. یعنی سکوت که میاد یه فکری هم میاد که وایسا یه چیزی بگم، این سکوت چیه؟ وایسا یه چیزی میگی که کلا اصلا به جا نبود. تا به یه جایی برسیم از طریق آگاهی، از طریق این زمان حال بتونیم به یه جایی برسیم که تو صدم ثانیه این جمله‌ای که میاد و بتونیم یه نگاهی بکنیم و جمله رو نگیم، سکوت کنیم. خیلی مواقع این سکوت کمک میکنه. خب آقا به نظر من چند تا سوال میتونه کمک کنه. اینکه مفهوم این سوالات رو بتونیم درک کنیم کمک میکنه که فشار رو کم کنیم. انتظار رو از خودمون کلا تا اونجایی که امکانش هست برداریم یا خودش برداشته میشه. دیگه کاری واقعا لازم نیست ما انجام بدیم. و اینکه این فشاری هم که جامعه وارد میکنه اونم زیاد ما رو تحت تاثیر قرار نده. اولین سوالی که به نظرم میرسه، بعد میرسیم به راه حل ها، اینه که مفهوم زندگی برای شما چیه؟ چطوری زندگی رو معنا میکنید؟ اگه یکی ازتون بپرسه معنای زندگی چیه، چی به نظرتون میرسه؟ به نظر من جواب این سوال میتونه مسیر ما رو مشخص کنه و حتی روی حال ما، روی اون چیزایی که ما تجربه میکنیم هم تأثیر داشته باشه. فقط مشکل اینجا زمانی که ما میخوایم جواب این سوال رو بدیم از ذهنمون استفاده میکنیم و ذهن دقیقا همون ابزاریه که خودش برچسب میزنه. خوشگل، زشت، خوب، بد، پولدار، فقیر، کوچیک، بزرگ، مسلمون، کافر، آگاه، ناآگاه، زن، مرد و خیلی چیزای دیگه، موفق، ناموفق، بدبخت، خوشبخت. من زمانی که شخصا خودم بعد از مدت‌هایی که دنبالش بودم، دنبال جواب این سوال، وقتی که تونستم تجربهش کنم، درکش کنم، انگاری که 200-300 کیلو وزن رو اصلا برداشتن از روی شونم. یعنی اینطوری میشی میگی که یه زمانی که باز میگم ذهن میره کنار، چند دقیقه توی سکوت میتونی معنای زندگی رو درک کنی، تجربهش کنی که زندگی هیچ معنایی نداره. اصلا نه مثبت نه منفی، ولی هیچ معنایی نداره.
کاملا یه چیز بی‌تفاوت و تمام معناهایی که ما بعداً ازش در آوردیم یا در میاریم فقط و فقط زائده اینجاست. نظر شخصی البته، نه درست نه اشتباه، فقط تجربه‌ای که داشتم. و زمانی که میفهمی که هیچ معنایی نداره دیگه آروم میشی، دیگه به جای پرسیدن و چرا گفتن و اینا آروم میشی، چون میدونی که خیلی وقتا هیچ جوابی هم پیدا نمی کنی، ولی وقتی که تجربهش میکنی میدونی که هیچ معنایی وجود نداره. مشکل اینجاست که ما زمانی که میخوایم معنای زندگی رو معنی کنیم یا تفسیرش کنیم یا درکش کنیم از اینجا استفاده میکنیم، میشیم یکی دوباره با اینجا و نه فقط با اون من کاذبی که داریم یکی میشیم، بلکه یه تصویری هم از زندگیمون داریم. یعنی میشه من و زندگی من. و حالا زندگی من برای خیلی میشه این که مثلا فلان کارو بکنم فلان کارو بکنم، اونجا پول این که همش هم نه خوبه نه بد، ولی باعث میشه که یه تصویری از زندگی، از خودمون، از زندگی داشته باشیم. من تجربه شخصی خودم، شاید برای اکثرتون این اتفاق افتاده باشه یا تجربهش کرده باشین. اکثر کسایی که اینجایی که زندگی میکنم باهاشون سر و کار دارم، حتی توی ایران فرق نمیکنه. دلیل این که تا حدودی حالشون خوبه خیلی جالبه. این تصویری که از خودشون و از ذهنشون دارن، یعنی از زندگیشون دارن. و اون کسایی هم که حالشون بده دقیقاً برمیگرده به همین تصویری که از خودشون و بعداً از زندگیشون دارن. این زندگی من. حالا چطوری جریان؟ خیلی جالبه. اکثر کسایی که حالشون تا حدودی خوبه، حدودی، این که 2 روز حالشون خوبه، 3 روز بعده، 1 روز خوبه، 2 ساعت اینطوری میرن، وقتی که باهاشون صحبت میکنی جالبه، هر روز وقتی که حالشون بد میشه یه داستانی رو تکرار میکنن. حالا این داستان چطوریه؟ وقتی که باهاشون صحبت میکنی میگه آقا کجای دنیا همچین وضعیتی است، کجای دنیا همچین رفاهی است، کجای دنیا مثلا همچین شغلی رو میتونی پیدا کنی، همچین درآمدی، همچین تعطیلاتی، همچین نمیدونم هر امکاناتی که طبعاً فکته. اصلا نمیخوام جریاناتو مقایسه بکنم، طبعاً فکته. یه چیزایی که اگه بری کار بکن، مثلا اگه بری 1 ماه کار بکنی، پولی که بهت میدن طبعاً قدرتش بیشتره اگه تو ایران بری همون کار رو انجام بدی. ولی خب من با اینجا فعلا کاری ندارم. این داستانایی که ما تکرار میکنیم خیلی جالبه، مقایسه به وجود میاد. یعنی ذهن بعد یه مدت شروع میکنه به مقایسه کردن تصویر زندگی من با دیگران، تصویر من با دیگران. یعنی حال ما خوبه، یعنی خوب میشه، اینطوری بگم خوب میشه دوباره، چون میدونیم، آگاهیم به این که میلیون ها نفر و میلیاردها نفر هستن که حالشون از ما بدتره، که خونه ندارن، که شغلی به اون صورت ندارن، که شب و روز دارن کار میکنن. خیلی اصلا جریان جالبیه. خوشحال نیستیم که طرف خونه نداره، خوشحال نیستیم که طرف درآمدش کمه، ولی یه داستانی که برای خودمون تعریف میکنیم و باعث میشه مستقیم روی حال ما تأثیر داشته باشه. اینکه دیگران نه، خیلی ها هستن اصلا همچین چیزی ندارن، خیلی ها از من بدبخت ترن، خیلی ها همین تو ایران هستن که خونه ندارن، ماشین ندارن، همچین درآمدی ندارن، خانواده ندارن. این کل این داستانایی که تعریف میکنیم، این چیزایی که داریم. در مورد بدن هم همین طوریه. یه تصویری از خودمون داریم. اگه شانس داشته باشی تو این چارچوب هستی، اگه شانس نداشته باشی اینطوری اسمشو بذاریم که در هر دو حالت میشه مقایسه کردن. حالت خوبه، مقایسه میکنی، ای من جذابم، خوشتیپم، پول دارم، دیگران ندارن، یه مقایسه‌ای به وجود میاد. اگرم تو این چارچوب نباشی که حالت بد میشه، ذهنت به اون طرف میره که تمام سعیتو بکنی که این جریان رو تغییر بدی. ولی خیلی جالبه، هر چقدر که سعی کنیم شرایط دور و برمون رو تغییر بدیم، نه فقط شرایط دور و برمون رو، شرایط ظاهرمون و جسمیمون هم تغییر بدیم، آخر سر بعد یه مدت، 1 روز یا چند هفته یا چند ماه، به این نتیجه میرسیم که باز یه جای کار میلنگه، باز این این آرامشی که باید نیست. ذهن مقصر پیدا میکنه، مقصر اونه، مقصر اینه، و هی باید این تصویر رو بالا نگه داریم، ازش محافظت کنیم. حالا شاید این سوال برات پیش بیاد که اونایی که این شانس آوردن تو این تصویر، تو این چارچوبی که جامعه تعیین کرده،
اگه تو اون چارچوب هستن خب شانس آوردن دیگه، بعد شانسی آوردیم. داستان اینجا خیلی جالب میشه، دقیقاً برعکس میشه. اون کسایی که اصطلاحاً تو این چارچوب هستن زیاد به عمق نمیرن، یعنی فرصتش پیش نمیاد که به عمق برن، چون زندگی داره روال خودشو براشون، یعنی براشون گرفته داره میره همینطوری. یه پولی هست، یه ظاهری هست، یه توجهی هست، یه شغل مناسبی هست، یه ثروتی بوده و زندگی همینطوری داره روال خودشو میره. تو اصلا اتفاقی به اون صورت نمیفته که بخوای بری تو عمق و این سوالو بپرسی که مفهوم زندگی چیه، اصلا من چرا اینجام. پس اینجا این فرصت رو داری، ماهایی که آقا تو این چارچوب قرار نمیگیریم، خب که بریم توی عمق ببینیم جریان چیه، چرا اینقدر حالمون بد میشه، مفهوم چیه، اصل ما چیه. خیلی میتونه کمک کنه این تجربه مفهوم زندگی. سعی کنید ذهنتون رو آروم کنید، برید تو این سکوت، حس کنید، چشماتون رو ببندید، بعد اون موقع درکش میکنید. این یه سوال بعدی که به نظرم خیلی مهمه، باز این سوالیه که آیا هدف مقصده یا هدف مسیره؟ جریان اینطوریه که یه مثال براتون بزنم. میخوایم بریم کوهنوردی، فقط یه مثاله، یه روزی میخوایم بریم کوهنوردی. ذهن ما اینطوریه، پروگرامش، برنامهش اینطوریه که اکثرا میره توی آینده. این چالش هایی که میاد، اون لحظه ای که رسیدی بالای کوه، گوشی تو در میاری، سلفی میگیری، یه جایی رو میبینی گوشیمو در بیارم تصویر بگیرم، یه سری افراد رو تحت تاثیر قرار بدم، مستقیم غیر مستقیم بگم که دیدید من کجا، اینا. در حالی که غافلیم از این که زندگی همون لحظه ای که چشامون رو باز میکنیم، همون لحظه ای که هر چی هست رو حس میکنیم. درد، خستگی، اگه خوب نخوابیدی، افکاری که میان و میرن، همه‌شو میذاری که حس بشه. آگاه میشی به همش، بلند میشی. اون لحظه ای که صورتتو میشوری، اون لحظه ای که در رو باز میکنیم، کوله پشتی رو میاریم، نمیخواد اسلوموشن اصلا بشیم، اصلا فقط این آگاه شدن، این تمرکز رو آوردن روی بدن، روی این کارهایی که انجام میدیم و اینجا زیاد نمونیم، میتونه کمک کنه. اون لحظه ای که سوار ماشین میشیم، اون لحظه ای که داریم میریم اونجا، توی راهیم، این درک کردن، این تجربه کردن، این حس کردن، فارغ از اون که اصلا چه اتفاقی میخواد اونجا بیفته. بعدم که رسیدی اونجا میبینی راهو بستن، اصلا نمیذارن کسی بره، برات مهم نیست، اصلا حالت گرفته نمیشه، چون انتظاری هم نداشتی، داشتی حالا نگیم حال میکردی، داشتی تجربه میکردی یه سری چیزا رو. با افکارت همش اونجا نبودی که برسم یه ویدیویی بگیرم، یه فیلمی بگیرم، تعریف کنم، اینا نیست، رفتی تموم شده. خیلی میتونه کمک کنه اگه بتونیم این دیدگاه رو تغییر بدیم. حالا یه عزیزی پرسیده بودن که چطوری بتونیم تصمیم بگیریم، چطوری بتونیم یا بدونیم که یه چیزی برامون خوبه یا یه چیزی بده، چرا عزت نفس نیست، چرا اعتماد به نفس نیست. به نظر من دلیلش اینه که ما هیچ شناختی از خودمون نداریم، هیچ ارتباطی با خودمون نداریم، با اصل خودمون. جریان اینطوریه که به نظر من ذهن شروع میکنه به آنالیز کردن. میخوای یه تصمیمی بگیری توی رابطه که هستی، رابطه سمیه، اصلا برات مشخصه که سمیه. یه ایده ای میاد که از این رابطه بری بیرون. بعد یه دقیقه خیلی جالبه، ذهن دوباره میاد، شک و تردید وجودتو میگیره و بیخیال میشی، چون ذهن میخواد تو توی این منطقه امن بمونی. مغز و ذهن میخوان که تو فقط زنده بمونی، براشو مهم نیست طرف تو رو میزنه نمیزنه، براش اصلا مهم نیست به اون صورت، چون میدونه اگه بره بیرون ترسه، هیچ شناختی از این دنیای اطراف نداره، پس بیخیال میشه. اون لحظه ای هم که میخوایم یه تصمیمی بگیریم، بدون برای آیندهمون، مثلا بریم رشته فلانی رو بخونیم یا رشته فلانی، چه چیزی اصلا به دردمون میخوره. همین تجربه مفهوم زندگی، همین شناختن خودمون، یعنی هر کاری که بکنیم قبل این که بتونیم اصل خودمون رو بشناسیم، وصل بشیم به زمان حال، به نظرم بعد یه مدت مشخص میشیم که یه کاری میلنگه، شک و تردید میاد، ترس میاد. عزیزان اصلا مهم نیست میخواین چه کاری انجام بدین، اصلا مهم نیست میخوای چه رشته‌ای بخونی، اصلا مهم نیست میخوای چه کاری رو انجام بدی، اصلا مهم نیست. زمانی که میخوای بین 2 تا 3 تا گزینه گیر کردی نمیدونی، سعی کن
برای چند لحظه به خود دوباره وصل شی، به اون جایی که ایده‌ای که از اونجا میاد بوی خلاقیت میده، بوی خالق رو میده، بوی خلقت رو میده. شاید برات آشنا باشه، یه نگاه به طبیعت بکنی، خالق، خلقت، اون ایده زمانی که به خودت وصل میشی توی سکوت کاملی، یه ایده‌ای میاد که دقیقاً از همون جا میاد. ترس و دلهوره و اضطراب و اینا از چند هزار کیلومتریش هم رد نشدن. پس اگه میخوای یه تصمیمی بگیری، شک و تردید داری که چی کار کنی، برای چند لحظه سعی کن دوباره به خودت وصل شی. چشماتو ببند، آروم چند بار نفس بکش، بذار چند دقیقه بگذره، نشد دوباره. روز بعد یه چیزی از درون میاد و به این آگاه باش که بعد چند لحظه ذهن میاد آنالیز میکنه، اصلا مشکلی نیست، داره کارشو انجام میده. این درک و نسبت به ذهن و مغز داشته باش، کمکت میکنه. آقا ایده میاد، من خودم همیشه با اینجا تصمیم میگیرم، نه با اینجا یه حس خوبیه وقتی که به اون مثلا رشته میخوای کشاورزی بخونی یا مثلا معماری، خب بینشون موندی 50-50، هر کدومش یه سری خوبی و بدی داره. خب زمانی که به خودت وصل میشی، وقتی که اسم کشاورزی رو میاری یه حسی هم همراش میاد، یا اسم معماری رو میاری یه حسی میاد. اون حسه ممکنه یه چیزی باشه که خوشایند باشه، ممکنه یه چیزی باشه که یه ذره جریان رو تنگ کنه. اون چیزی که خوشاینده اونو باید انجام بدی. به نظر من تصمیم میاد، این ایده میاد و بعد از این ابزار استفاده میکنی. اینجاش مهمه. شک و تردید میاد، داری مشاهده میکنی، همه چی مشاهده میشه که ذهن داره شک و تردیدا رو بررسی میکنه، چالشایی که وجود داره مشاهده میشه. میگی دمت گرم آقا، دمت گرم، چه ابزار فوق العاده ای. نمیخوای 5-6 نفر دورت باشه، این مغز اینجاست، این ابزار اصلا عجیب غریب، مشاهدهش کن، مسیر تو برو، نه خوب نه بد. تو در هر صورت یه سری چیزها رو تجربه میکنی. زمانی که زندگی برات هیچ مفهومی نداره، زمانی که انتظاری از خودت نداری، زمانی که دیگران دیگه انتظاری نمیتونن به تو وارد کنن چون میتونی مرز تعیین کنی، دیگه حال میکنی بری مثلا تاریخ بخونی، حال میکنی بری سبزی فروشی بزنی، حال میکنی میری اون مسیر رو، شد نشدم نشد برمیگردی. یه پلنی داری، یه برنامه‌ای داری که میخوای مثلا میگم استاد دانشگاه بشی مثلا. خب حال میکنی باش، میری دنبالش، شد نشد، یه سری چیزا رو داری تجربه میکنی. وسط راه ترم 2 ترم 3 یه چیزی دیگر رو تجربه کردی، اونجا رو میری شلکس رها میکنی، میذاری که این رودخونه زندگی تو رو با خودش ببره، قبل اینکه با ذهنت هی کنترل کنی. نه من میخوام رودخونه از اینجا رد بشه، نه باید نه، شلکس میکنی، رها میکنی، آگاهی، تلاشتو میکنی، دنبال خوب و بد نیستی. میدونی چی میگم؟ اگه میخوای پولدار بشی، اگه میخوای آدم موفقی بشی، محکوم میشی به این که دنبالش بری، تلاش کنی، خودتو بکشی. زمانی که موفق نشدی دهن آدم سرویس میشه، ببخشید، ناراحت میشی، انتظار دیگران. وقتی که رها میکنی، اون مسیری رو که میری با 100% تمرکزت اونجایی. شک و تردیدم اگه دوباره بیای چیز عادیه، مغز داره کارشو انجام میده، تو مسیر خودتو میره، چون چیزی برای از دست دادن به اون صورت نداری، چون تو یه زندگی نداری، برات روشن شده که تو خود زندگی هستی، داری میری و تجربه میکنی که زندگی، من اسمشو میذارم زندگی، هر کسی میتونه یه اسمی براش بذاره، این جریان زندگی از طریق این بدنه که زندگی رو زندگی میکنه. اصلا یه جریانیه که از طریق این بدن جاریه و انگاری ما انسان ها تنها موجوداتی هستیم که میتونیم به این جریان آگاه بشیم، یعنی آگاهی به خودش آگاه بشه به اصطلاح، و استفاده کنیم، بذاریم زندگیشو بکنه، زیاد سخت نگیریم، شلکس کنیم. این اون جاییه که زمانی که اعتماد به نفس نداری، زمانی که خوردی زمین، نمیدونی موفق میشی نمیشی،
حالت اصلا گرفته است، میگم تو اون چارچوبی که جامعه تعیین کرده قرار نمیگیری. مثل من، خب زمانی که به خودت برمیگردی، وصل میشی دوباره به خودت، زمانی که از درون تهی میشی، وقتی که این جریان رو حس میکنی، سکوت رو حس میکنی، این جریان رو تازه میفهمی که آقا اصلا ربطی نداره که من اگه 5 سانت باشم یا 2 متر 3 متر، اصلا فرقی نمیکنه. چه یه چوب کبریت، چه آرنولد شوازینگر، چه رئیس شرکت فلانی، چه این که اصلا زیر پل، فرقی نداره. چون حسی که داری میکنی تأثیری به اصلا این چیزا نمیتونن تأثیر روش داشته باشن، داری حسش میکنی. از جنس فکر نیست، از جنس تصور نیست. پس اگه صدامو میشنوی بدون که شدنیه. اصلا هدف این ویدیو، این کانال من همین بوده. شما خودم بچه روستام هستن هنوز عزیزایی که وقتی که باشون تلفن صحبت میکنم یه غمی، یه غصه‌ای توی صداشونه. اوضاعم که هی داره بدتر میشه. کسایی که به هیچ جایی نرسیدن. خواستم فقط به این عزیزان و خیلی یا میلیون ها نفر دیگه اگه یه روز این صدا بهشون برسه بگم که آقا شدنیه که از این انتظار خودمون رو بکشیم بیرون. انتظارهای جامعه، اون کسایی که میان و میرن هی یه چیزی میگن. من خودم الان که الانه به هم زنگ میزنن میگن سلام چطوری، چطور ازدواج نکردی، 31 سالته، یعنی چی، مشغول چی هستی، خب این چه معنی میده این کار، همسن و سالای تو بچه دارن، یکی دو تا دارن، تو مشغول اصلا. درک میکنی؟ بسته به اینکه اون شخص که با چه تونی داره باهات صحبت میکنه یه مرزی رو مشخص میکنی. آقا ممنون، اگه کمک تو خواستم، تو تجربه داری، تو آگاهی، من بهت زنگ میزنم، ممنونم ازت، تا چند سالی دیگه، خداحافظ، قربونت برم. تموم. مرز رو مشخص میکنی. ولی خب لازمه این کار اینه که از درون به یه جایی وصل بشی که کمبودی نباشه، که ترسی به اون صورت وجود تو نگیره، که دلت قرص بشه. میدونی چطوری؟ زمانی که دلت قرصه، زمانی که وصلی، زمانی که ذهن داره مشاهده میشه، میری بیرون، خب هیچ کمبودی نیست. حتی اگه یه خانومی رو هم ببینی، اگه روی بدنش هم زوم بکنی، هیچ تأثیری روی هورمونای تو نداره. اصلا توی دنیای دیگه هستی. اینکه یه ماشینی رو ببینی، اینکه یه خونه بزرگی رو، هر چیزی که فکرشو میکنی روی تو تأثیری نداره. تو اصلا برای خودت میای و میری. اینکه یکی داره درخت رو بغل میکنه، بوس میکنه، برات مهم نیست. میبینی مسیر خودتو میری. اگه طرف با تبر داره درخت رو میبره، باز برات مهم نیست. به این فکر نمی کنی که شاید درختی بیماری چیزی گرفته به خاطر این داره نه، مسیر خودتو میری. تمرکز رو میاری روی خودت. ببین یه جمله خیلی معروفی از یه داستان خیلی معروف از لاوتسه. میگن یه بنده خدایی میره پیش لاوتسه، میگه که لاوتسه، من اومدم پیشت بعد هفته ها که تو مسیر بودم پیدات کردم. آقا حال من بده، به من بگو من چیکار کنم. من توی جامعه بودم، منو اصلا نمیپذیرفتن، اصلا توی این چارچوب اصلا نبودم، حالم بد بود. اومدم روستا، تنهایی، کشاورزی، دیدم باز حالم بده. یه پیشنهادی، یه چیزی داری برای من؟ لاوتسه بهش میگه که برو بمیر. طرف میگه برم بمیرم؟ من چند هفته از تو راهم با بدبختی تو رو پیدا کردم، میگم حالم بیست، تو میگی برو بمیر؟ یعنی چی؟ میگه یه طوری زندگی کن انگاری مردی. خیلی جمله باحالیه. یه طوری زندگی کن انگاری مردی، که منظورش برمیگرده به همین منهای کاذبی که تصویرهایی که ما از خودمون داریم. عزیزای دل، شاید این سوال اینجا پیش بیاد که حالا منظور لاوتسه دقیقاً چی بوده برای اون عزیزایی که شاید متوجه نشدن. از اینکه بمیریم، از اینکه یه طوری زندگی کنیم انگاری مردیم. زمانی که میمیریم منظور اینه که هیچ منی دیگه وجود نداره. اینجا هیچ منی وجود نداره. و توصیه میکنند که هر روز 1000 بار بمیریم. هر باری که یک منی تو ذهنمون اومد دوباره بمیریم. چطوری؟ دوباره به زمان حال برگردیم، به این حالت مشاهده کردن که همه چی مشاهده بشه، دریافت بشه. و زمانی هم که میمیریم، زمانی هم که منی دیگه وجود نداره، فقط یه اصطلاح این مردن. دیگه ترسی از مردن دیگه وجود نداره، چون منی وجود نداره که از مردن بترسه. و همین باعث میشه که ریلکس بشیم. ترسی از مردن میره. زمانی که بزرگترین ترسمون برای خودش بره، به معنای واقعی کلمه دیگه چیز زیادی برای یاد گرفتن تو زندگی نداریم.
زمانی که تصویری نمیمونه با زندگی میشی یکی. انتظارت از خودت میاد پایین، اعتماد به نفس و عزت نفس اصلا حس میکنی، اصلا چیزی نیست که بخوای درستش کنی، چیزی نیست که بخوای روش کار کنی. از بدن کامل محافظت میکنی، حال میکنی با این بدن، قرار نیست زیر پل بری، قرار نیست توی یه غاری بری، همون کارهایی که قبلا انجام میدادی و تا حدودی انجام میدی با یه سرعت کمتر. زیاد آدمایی رو مثل قبل شاید مشاهده نکنی، باشون برو بیا نکنی، چون دیگه فریکونست اصلا با اونا فرق میکنه و تغییر میکنه. اگه یه خانومی هستی، البته فرقی نمیکنه، خانم آقا فرقی نمیکنه، ولی اگه میبینی که مثلا آقا، چون این مورد توی مردا خیلی شدیده، این نگاه کردن به خانوما، این برگشتن، هممون میدونیم دقیقاً از چی دارم صحبت میکنم، که یه خانومی رد میشه بعد برمیگردیم، این نگاه کردن. اگه شوهرت مثلا این کارا رو انجام میده، شک داری، حالت خوب نیست، اعتماد به نفست، ترس وجودتو میگیره، سعی نکن که اون آقاتو بیدار کنی یا کتابی براش بخری. سعی کن این تمرکز رو بیاری روی خودت، اینجا رو تغییر بده، تمرکز رو بیار روی خودتو کشف کن. زمانی که این کار رو بکنی دیگه این چیزایی که دور و بر اتفاق میفته برات مهم نیست. اونجاست که اعتماد به نفس میاد، عزت نفس میاد، ترس هر از گاهی میاد، ولی اینا فقط مشاهده میشه. و دیگه از این نمیترسی که بری خود تنهایی زندگی تو شروع کنی، چون خانم‌ها بیشترین پتانسیل رو برای بیداری دارن، با اختلاف به خاطر تمام داستانایی که از هزاران سال پیش اتفاق افتاده تا امروز، که از یه نسل به نسل دیگه منتقل شده این درد، و همین رنج و درد بهترین پتانسیل رو به خانم‌ها داده که بیدار بشن. و زمانی که بیدار شدی به احتمال 99% با اون یه نفر دیگه زندگی نمی‌کنی. اگرم بخوای باهاش زندگی کنی، کلا همه چیز تغییر میکنه و تو چیزی رو به اون صورت دور و بر تغییر ندادی، فقط تمرکز آوردی اینجا. یعنی من مطمئنم اگه، حالا فرق نمیکنه چه خانم چه آقا، اصلا فرق نمیکنه، ولی علل خصوص خانوما اگه بتونن بیدار بشن، که یه چیزی اصلا شخصی نیست، اگه بتونن بیدار بشن خیلی چیزا تغییر میکنه. به معنی خود شدن نیست، به معنی این که میای وسط حالت تعادل، ترسی وجود نداره، عشق رو حس میکنی، لازم نیست یکی تو رو دوست داشته باشه، لازم نیست یکی باشه، لازم نیست یه تکیه‌گاهی باشه. اون موقع است که میبینیم توی جامعه خیلی از مردا این نقش عوض میشه. اکثر آقایون میرن خونه، کار آشپزی رو میکنن، کار خونه، و خانوما میرن اون کاری که همیشه میخواستن رو انجام میدن. این خودشناسی، این برگشته به خود میتونه همه چیز رو تغییر بده. برای آقایون هم فرق نمیکنه، اصلا پسر و آقا نداره، خانم و دختر نداره. این فشاری که جامعه روی مردها آورده که آقا باید شغلشون اینطوری باشه، باید کارشون، باید قوی باشن، باید مرد باشن، مرد که نمیخنده، مرد که مدیتیشن نمیکنه، مرد که درخت بغل نمیکنه، چون اکثرا خانومان که این کارا رو میکنن، درخت رو بغل میکنن، عشق و حس میکنن. آقایون نه، ما باید ابهت داشته باشیم. مرد. به نظرم خیلی چیزا با این بیداری، با این آگاهی میتونه تغییر کنه، خیلی چیزا. زندگیمونو میتونیم تغییر بدیم، خودمونو بکشیم بیرون از این سیاه چال، از این زندون هر از گاهی. و لطفاً دنبال خوب و بد نباش، اینقدر آنالیز نکن، اینقدر با ذهنت یکی نشو، استفاده کن، بذار سر جاش. چون من خیلی از عزیزانم میگن که آقا چرا داری تجربه هاتو به اشتراک میذاری، چرا راز دلتو میگی؟ که یه حرف به جایی هم هست، زمانی که بیدار شدین جایی نگین تا بهش عمق میدین. ولی در هر صورت مهم نیست میخواین چی کار کنید، مهم کیفیت کاره. اصلا مهم نیست میخواین به یکی بگین یا اصلا مهم نیست میخواین بگین یا نگین. وقتی که میگین یه سری چالش‌ها وارد زندگیتون میشه، اگرم نگین باز یه سری چالشه. اگه بگین امکان داره که این منها دوباره اونو صاحب بشن، من بیدار شدم، یا اینکه نمیخوای بگی باز من میاد صاحب میشه. نه، این یه تجربه‌ایه که من دارم، پس میخوای ازش نه بذار دیگران خرابش میکنن. چرا خرابش میکنن؟
وقتی که منی وجود نداره چی رو میخوان خراب کنن؟ باز زائده فکر، باز زائده اینجاست. آقا قربون همتون برم، هر جایی که هستین امیدوارم که ایام به کامتون باشه. اگه قسمت شد شاید یه ویدیوی دیگه، شاید هم قسمت نشد. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.